بسه بچه ها، باید بهتون بگم که من هم مثل شما اون ویدیو بر من ساجست شد و من هم این ویدیو رو دیدم، حداقل تامنیلش رو دیدم تو یوتیوب و انصافا کوالیتی کار بالا بود، خوب شروع کرده بودن و واقعا خوب ویو گرفت، این که حلالش. ولی از یک هفته به بعد یوتیوب من کلن عوض شد، یک انقلابی شد داخل یوتیوبرهای تازه کار که بیان از این استفاده کنن. آقا تو رو خدا بس کنید، شما کافیه یک سرچ خیلی ساده داخل یوتیوبتون بزنید، میبینین که میلیون ها از این تامنیلی که الان روی صحنه میاد میتونید مشاهده بکنید که کاملا یک شکل هستن، یه دونه سناریو دارن و کلا درباره یک موضوعه. باید بهتون بگم که این نوع ویدیوها خیلی جالبن و انصافا خیلی خوشحالم که همچین سبک و استایلی داره وارد یوتیوب فارسی میشه. این واقعا یک نجاتیه برای یوتیوب فارسی و این میتونه راه حلش باشه. ولی باید بهتون بگم که دوستان کلا از هم کپی نکنید، چون واقعا من هر ویدیویی کلیک میکنم سناریو یک شکله. همه یوتیوبرهای تازه کاری هستن که با این ویدیو دارن ویو خوبی میگیرن، اصلا موضوع ویو نیست، این خیلی کمک میکنه به چنل ها. ولی اینکه حداقل سناریوها رو بیاین عوض بکنید. این وسط من یه ویدیویی داخل یوتیوب دیدم که واقعا باید بهتون بگم میتونم بگم شاهکار بود و اومده بودن، فکر میکنم اسمش استیکیه، با استفاده از استایل استیکی همچین ویدیویی درست کرده بود که اون فرد بسیار صدای خوبی داشت، دمش گرم. امیدوارم که خیلی خوب حمایت بشه. من ویدیوش الان داخل صحنه دارید میبینید. باید بهتون بگم که این نوع از ویدیوها واقعا شاهکارن و ما نیاز داریم به همچین ویدیوهایی. در پایانم میخوام بهتون بگم که امیدوارم که این ویدیوها رو وقتی ما میاد داخل یوتیوبمون و ما روش کلیک میکنیم نیاد دوباره یک موضوع تکراری باشه که این اولین ویدیو منه، کمک